پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بزرگترین شخصیتی همه دور و زمانها و خلقها، رحمت الله برای عالمیان و عبرت است برای میلیاردها مؤمنان. پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام را به این دنیا آورد تا تمام انسانیت را آشتی و متحد سازد. وی علم داد که چگونه با الله و با همدیگر در صلح و سازش زندگی کردن لازم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن و سنت را همچون راهنمایی تمام انسانیت گذاشته است. او مردم را دعوت میکرد که به الله ایمان آورند، به او شریک نسازند و پراکنده نشوند. اما آیا ما در جامعه زندگی میکنیم که پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم درباره آن گفته بود؟ ما از پس کی میرویم؟ آیا ما به راهی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به ما وصیت کرده است میرویم؟ 10 دکبر سال 2022 کنفرانس بین المللی بی سابقه آنلاینی، بحران جهانی. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای ما کیست؟ وقت آن رسیده است که حقیقت را بگوییم.